بسم الله الرحمن الرحیم. یادداشتی کوتاه بر نسخه ای از تفسیر مرآة الانوار و مشکاة الاسرار. تفسیر مرآة الانوار به شیوه روایی است و مقدمه‌ای مبسوط در علوم قرآن دارد، شامل 3 مقاله و هر مقاله چند فصل است. مقدمه این تفسیر مستقلاً در سال 1295 قمری در تهران چاپ سنگی شده و سهواً به شیخ عبداللطیف کازرونی نسبت داده شد. سپس با تصحیح نام مؤلف یعنی ابوالحسن عاملی بارها تجدید چاپ شده است. این مقدمه به عنوان مقدمه تفسیر البرهان منتشر شده است. در صفحه اول از نسخه‌ای از تفسیر مرآة الانوار یادداشتی درباره این کتاب نگاشته شده است که ظاهراً از عالم ربانی مرحوم حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه است. در این یادداشت اشاره شده است مصنف این کتاب شیخ ابوالحسن جد شیخ محمد حسن صاحب جواهر است و از کتاب وی تمجید فرمودند. آخر این یادداشت مزین به کلمه کریم است. مصنف هذا الکتاب الشیخ ابوالحسن جد الشیخ محمد حسن صاحب الجواهر فی الفقه ولله دره اعلی الله مقامه و رفع فی الخلد اعلامه و حشره مع محمد و آله سلام الله علیهم. کریم. بعضی از موضوعات مقدمه مفصل کتاب مرآة الانوار چنین است: در بیان آنچه دلالت می کند که قرآن بطونی دارد و آیات آن تأویلات دارد. مفاد فقره‌های قرآن منحصر به یک زمان نیست. اشاره به روایاتی که دلالت می کند باطن قرآن و تأویل آن به نسبه به ائمه طاهرین است علیهم السلام و ولایت ایشان و تابعان ایشان. توضیحاتی درباره ایمان به ظاهر و باطن قرآن و تأویل و تنزیل آن.